خلاصه بازی بلخ و جوانان تخار هست. هر دو تیم تلاش میکنند تا اینکه نخستین امتیاز را برای تیمشان کسب بکنند. گساله در دست یک از یاران بلخ است. ببینیم که نخستین امتیاز از چاپ اندازان بلخ کسب کرده میتونه خیر در نزدیکی خطی دایره حلال. پهلوانان بلخ تلاش میکنند تا اینکه نخستین امتیاز را کسب بکنند. بله، نخستین امتیاز برای تیم بلخ. یار شماره 5 تیم بلخ توانست که نخستین امتیاز را برای تیم بلخ کسب بکنه. در دور دوم تورنمنت مزار شریف نخستین امتیاز برای تیم بلخ. ظاهرا دیده میشه که تیم بلخ چاپ اندازان قدرتمند را امسال در ترکیب خود داره. 3 برادر از یک فامیل، نجیب پهلوان، حاج محمد پهلوان، صلاح الدین پهلوان. حالا هم گوساله در دستی یار شماره 5 بلخ هست. هر دو تیم تلاش میکنن. گوساله هنوز هم در دست یار شماره 5 تیم بلخ هست. چاپ اندازان تیم جوانان تخار وقت نمیتن جوانان تیم بلخ را. صد راهشان قرار میگیره جوانان تخار. همچنان هر دو تیم تلاش میکنن. هنوز هم گوساله در دست چاپندان از تیم بلخ است. ببینید که دومین امتیاز را همچنان تیم بلخ کسب بکنه یا خیر. حالا هم گوساله در دست حاج محمد پهلوان هست. گوساله به بیرون کشیده شد. دوباره هر دو تیم در تلاش هستند تا اینکه گوساله را به خطی دایره حلال برسانند. گوساله در یار شماره 6 تیم جوانان تخار هست. ببینید که نخستین امتیاز را برای تیم خود کسب میکنه. خیر چاپ انداز یار شماره 6 تیم جوانان تخار. ببینید که با سرعت خیلی بیشتر ببینیم کسی نیست تنهایی میتونه گوساله را به خطی دایره حلال برسانه. ببینیم که امتیاز کسب میشه. خیر نه خیر نتوانست. جوانان تخار ناکام شد در امر امتیازگیری. باز هم پهلوانان هر دو تیم تلاش دارند یار شماره 5 تیم بلخ گوساله را از زمین بلند کرده. گوساله هنوز هم در دست چاپ اندازان بلخ هست. ببینیم که گوساله به خطی دایره حلال میرسند. گوساله در تقییم نجیب الله پهلوان هست. هر تیم بلخ از هر راه استفاده میکنه. بیشترین تجربه را نجیب پهلوان داره در بخش بزکشی. ولی چاپ اندازان تخار اجازه امتیاز را برای تیم بلخ نمیتن. همچنان هر دو تیم تلاش میکنند. ببینیم نجیب پهلوان از تجربات خود چگونه استفاده میکنه. با سرعت خیلی بیشتر نجیب پهلوان ببینید که گوساله به خط دایره حلال میرسونه خیر و امتیاز دوم را برای تیم بلخ کسب بکنه یا خیر. اما چاپ اندازان دیگر صد راهی قرار گرفتن. ببینیم فرصتی خیلی خوب برای نجیب الله پهلوان. ببینیم که نجیب پهلوان گوساله را به خط حلال میرسونه یا خیر. بله دومین امتیاز برای تیم بلخ. دومین امتیاز تیم بلخ را نجیب پهلوان کسب کرد. نجیب الله پهلوان واقعا یک چاپ انداز خیلی ماهر و توانا هست در بخش بزکشی. دومین امتیاز برای تیم بلخ. باز هم کشوگیر میان هر دو تیم جریان دارد. گوساله در دستان حاج محمد پهلوان هست. یار شماره 7 تیم بلخ برادر نجیب پهلوان. ببینیم که 30 امتیاز را برای تیم بلخ کسب میکنه یا خیر. اما چاپ اندازان جوانان تخار اجازه امتیاز را برای تیم بلخ نمیتن. هر دو تیم کماکان تلاش های خود را بیشتر میکنن برای امتیازگیری. تلاش های هر دو تیم همچنان ادامه داره. با هنوز هم گوساله در دست چاپ اندازان تیم بلخ. ببینید که 30 امتیاز را کسب کردن. نه خیر جوانان تخار اجازه امتیاز را برای چاپ اندازان تیم بلخ نداد.
باز هم گوساله در دستان توانمند نجیب پهلوان است. ببینیم سومین امتیاز برای تیم بلخ توسط نجیب الله پهلوان. واقعا نجیب الله پهلوان چاپ انداز خیلی ماهر و توانا هست. سومین امتیاز را برای تیم بلخ کسب کرد. باز هم هر دو تیم در تلاش هستند نزدیکی خطی دایره حلال تیم جوانان تخار. گوساله در دستان یکی از یاران تیم بلخ است. از هر راه ممکن چاپ اندازان بلخ استفاده میکنند که گوساله را به خطی دایره حلال برسانند و امتیاز چهارم برای تیم بلخ کسب بکنند. ببینید که میتونه یعنی فرصت برای تیم بلخ، اما چاپ اندازان تخار هم اجازه امتیاز را برای تیم بلخ نمیتن. هنوز هم گوساله در دست یکی از یاران تیم بلخ است. تصویر میبینید که هر دو تیم تلاش های خود را میکنند. امتیاز چهارم برای تیم بلخ. تیم بلخ 4، تیم جوانان تخار 0. 4 امتیاز را تا هنوز تیم بلخ کسب کرده. یار شماره 9 تیم بلخ 4مین امتیاز را برای تیم بلخ کسب کرد. امسال تیم بلخ واقعا چاپ اندازان خیلی قدرتمند و توانایی را در خود جمع کرده. ببینیم باز هم گوساله در دست یار شماره 30 تیم بلخ هست. ببینیم که گوساله به خطی دایره حلال میرسونه. خیر ببینیم گوساله را انداخت. ببینیم که آور میدان این گوساله را حلال میگیره. خیر این گوساله خط نشده و امتیاز برای تیم بلخ نیست. هر دو تیم باز هم در تلاش هستند تا اینکه امتیازی برای تیم خودشان کسب بکنند. باز هم گوساله در دست یکی از یاران تیم بلخ است. امسال دیده میشه که تیم بلخ خیلی قدرتمند و توانا هست. ببینیم که با چه سرعت و با چه تکنیک گوساله را به خطی دایره حلال میرسونند چاپ اندازان تیم بلخ. اما اجازه امتیاز را برای تیم بلخ جوانان تخار نمیتن. تخار 0 و تیم بلخ 4 امتیاز را تا هنوز کسب کرده. هر دو تیم تلاش های خود را کماکان انجام میتن. باز هم گوساله جیگ به جیگ یکی از یار شماره 5 تیم بلخ گوساله زمین بلند کرده. ببینید گوساله به خطی دایره حلال میرسونه. خیر یار شماره 5 تیم بلخ، ولی جوانان تخار اجازه امتیاز را برای تیم بلخ نمیده. همچنان یار شماره 5 تیم بلخ تلاش میکنه تا اینکه امتیازی برای تیم خود کسب بکنه. هنوز هم گوساله در دست یار شماره 5 تیم بلخ هست. ببینیم که امتیازی آیا جوانان تخار برای تیمشون کسب کرده میتونن یا خیر. همچنان تلاش های هر دو تیم ادامه داره تا اینکه امتیازی برای تیمشون کسب بکنن نزدیکی خطی دایره حلال. ظاهرا بلخ امسال تیمی خیلی قدرتمندی هست. کماکان هر دو تیم تلاش های خود را بیشتر کردند. گوساله در دست یار شماره 7 تیم بلخ حاجی محمد پهلوان. بله فرصت دیگر برای بلخ. ببینیم بله امتیاز دیگر برای بلخ توسط حاجی محمد پهلوان. 5مین امتیاز برای تیم بلخ توسط حاجی محمد پهلوان برادر نجیب پهلوان. دیده میشه که امسال در تیم بلخ نجیب پهلوان، حاجی محمد پهلوان و صلاح الدین پهلوان 3 برادر در ترکیب تیم بلخ هستند. باز هم فرصت برای جوانان تخار. ببینیم با چه سرعتی به طرف خطی دایره حلال میره. نخستین امتیاز برای تیمشون کسب بکنه. خیر بله گوساله را به خطی دایره حلال رسوند و نخستین امتیاز برای جوانان تخار. چه امتیاز خوبی برای جوانان تخار. جوانان تخار 1